یه روز صبح زود از خواب بیدار میشی و خودتو توی اتاق خیلی تمیز و استریل میبینی. هیچ خاطره‌ای نداری، ولی میدونی یه آزمایش خیلی مهم قرار انجام بشه. یهو دکتر وارد میشه و میگه تو به یه ویروس ناشناخته مبتلا شدی، ولی خوش شانسی، چون یه درمان آزمایشی وجود داره. ولی فقط تا اینجا خوش شانسی. روی میز 4 تا قرص وجود داره، 2 تا آبی، 2 تا قرمز و یک ترکیب میتونه تو رو نجات بده و مابقی کشنده است. تو 2 تا رو انتخاب کردی و خوردی. دکترم بقیه قرصا رو میخوره، ولی هر دوتاتون زنده موندید. کدوم ترکیبه که هر دوتون رو نجات داده؟ 10 ثانیه وقت داری به این سوال فکر بکنی و اون ترکیب رو پیدا بکنی. شاید یه روزی یه جایی این معما و جوابش به کارت بیاد. و یه چیزی هم بگم، توی این 10 ثانیه جوابی که درست هست و به نظرت درسته رو برای من کامنت کن. تو باید توی این معما خیلی دقت بکنی و باهوش باشی و خوب گوش بدی، چون جواب رو خود دکتر بهت میگه. دکتر بهت گفت یک ترکیب شفابخش و نجاتت میده. ما اینجا چند تا انتخاب داریم؟ 3 تا. 2 تا آبی رو برداریم، 2 تا قرمز رو برداریم و یک آبی و یک قرمز رو برداریم. ولی از اونجایی که دکتر توی حرفاش گفت یک ترکیب میتونه نجات بخش باشه و نجات بخش ماست، تو قرص آبی و قرمز رو خوردی و دکتر هم یک آبی و یک قرمز خورد که نجات پیدا کرد و زنده موندید هر دوتون. این یکی از اون معماهاییه که با استدلال و دقت تو زمانی که تحت فشار هستی در اصل میشه حلش کرد. پس روی خودت کار کن تا بتونی زیر فشار خوب فکر بکنی. من علیم از کانال مایندکرک فارسی و این تازه شروع ماجراست. تا معمای بعدی ذهنتو تیز نگه دار.